سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار شاردیفار افغانستان در اشقابات با ایوان تونکیخ، نماینده اداره خط آهن روسیه. بازگشت دو تن از مسئولین اداری پیشین به کشور بر اثر تلاش‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان. و ادامه حملات رژیم اسرائیل بر نوار غزه. امروز شنبه 10 ماه اسد سال 1405 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها: فضل محمد صابر شاردیفار افغانستان در اشقابات با ایوان تونکیخ، نماینده اداره خط آهن روسیه، دیدار و گفتگو کرد. نماینده اداره خط آهن روسیه در این دیدار گفته که از کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیل روند امور در افغانستان ابراز خرسندی کرده و گفته که در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهد کرد تا درباره توسعه خط آهن با مسئولان نهادهای مربوطه گفتگو کند. همچنین دو طرف علاوه بر بررسی فرصت‌های موجود در افغانستان بر گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان میگوید که در نتیجه تلاش‌های این کمیسیون، عنایت الله اوریاخیل، معاون حفظ و مراقبت امنیت ملی در اداره پیشین، از کانادا به کشور بازگشته است. و گفته این کمیسیون سید ظاهر مسرور، نماینده پیشین ولایت بلخ در ولوسی جرگه در اداره پیشین، نیز به تازگی از ایران به کشور بازگشته است. ملا نورالله نوری، وزیر امور سرحدات، اقوام و قبایل، در جریان سفر خود به ولسوالی دایچوپان ولایت زابون با باشندگان این ولسوالی دیدار و گفتگو کرد. آقای نوری در این دیدار گفته که هدف از سفرهایش به ولسوالی‌ها دیدار نزدیک با مردم و شنیدن مشکلات آنان است و همچنان به باشندگان محل اطمینان داده است که مشکلات و خواسته‌های آنان را برای رسیدگی و حل با مسئولان مربوطه در میان خواهد گذاشت. و در آخرین خبر، الجزیره گزارش داده که در پی حمله هوایی رژیم اسرائیل بر یک ساختمان در غرب شفاخانه الاقصی در شهر دیر البحر در نوار غزه خسارات گسترده وارد شده و خیمه‌های محل اسکان آوارگان فلسطینی در اطراف این محل نیز آسیب دیده است. بر اساس این گزارش، در جنوب نوار غزه نیز رژیم اسرائیل مناطق شرق خان یونس را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. این گزارش همچنین می‌افزاید که در شمال شهر غزه یک خانه مسکونی هدف حمله هوایی رژیم اسرائیل قرار گرفته که در نتیجه آن چندین نفر زخمی شدند و خسارات گسترده به این منطقه وارد شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان، ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.